درود، تا 3 دقیقه دیگر در آزادی آنلاین همراه هستیم. برهنه کردن مهاجران تاجیک در روسیه البته یادتان هست. اول در همین باره صحبت میکنیم و سپس درباره زندگی در تاجیکستان. همون لحظه مکتوب با پروکور گنرالی فدراسیای روسیه چایکا آماده کرده شده، فرستاده شد. دادستان تاجیکستان منتظر است که مقامات روسیه بگویند چرا بعد از بازداشت چند مهاجر میلیسی‌های روس آنها را نیم برهنه و مسخره کردند. خواهش کرده شد که نسبت آن شخصانی کارمندان حفظ حقوقی که نسبت شهروندان ما چنین رفتاری غیر انسانی را دیدن اگر در اصل از طرف آنها رخ داده باشد چاره‌های قطعی اندیشند. بحثی دراز در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام در این باره ادامه دارد و شما هم همراه شوید. ابراهیمی با مراجعت به دادستانی گفته است خوب می شود اگر حقوق مردم را در همان داخل مراعات کنند. او می نویسد آنجا روسیه است، شما حقوق ما را در تاجیکستان حمایت کنید. در شعبه‌های امور داخلی حال از این بدتر است. برای یک اوباشی میبرند، خواهر و مادرت را دشنام میدهند. باور کنید من چیزی را میگویم که دیدم. نادرخان خود مهاجران را تنقید کرده گفته است که رفتار درست ندارند و میگوید قدر کردن ملت یک چیز است، اما وقتی هموطنان ما در کشور بیگانه چنین رفتار میکنند هیچ باعث افتخار نیست. آمدن دارامانه کار کنند. این کشور برعکس وطن خودشان به آنها نان میدهد. با قول عزیزبک شریپوف مراجعت دادستانی تاجیکستان به مقامات روسیه نتیجه برعکس میدهد. عزیزبک گفته است با این نامه که نوشتند 1000 یا 2000 تاجیک دیگر را دیپارتاسیا یا اخراج میکنند. اگر این خبر را نخواندید در وبسایت azadi.org هست. و نوشته بحث برانگیز دیگری که میتوانید در وبسایت بخوانید بلاگ زیوربانو رؤوفی، یک دختر تاجیک است که سیاست و جامعه تاجیکستان را سخت تنقید کرده است. آنچه نوشتم حاصل فکری دیروز و پریروز نیست که بگویم فلان واقعه یا فلان حادثه وادارم کرد که همچین چیزی بنویسم. این نوشته تنها قطره از دریای افکار است که چند سال اخیر در آن شناورم. کاربر با نام وطن دوست مؤلف نوشته را آفرین خوانده است که به قول او دلیرانه کمبودی‌های جامعه تاجیکستان را آشکار گفته است. او می‌نویسد آنهای بدخواه ملتند که فقط ستایش می‌کنند. اندری گفته است نمی‌خواهد معلم و دکتر در تاجیکستان قشاق باشند. به قول او معلم تاجیک که تربیتگری تمام جامعه است در وقت درس یادش به شکم گرسنه کودکانش است به جای آنکه دانش و ملکه‌اش را برای درس صرف کند. اما کاربر با نام سیده مؤلف را تنقید کرده است که اغوا برمی‌انگیزد، چون سیده گفته است که او در تاجیکستان آزاد است، هرچی دلش خواست می‌کند. سیده همه آنچه را که زیوربانو نوشته است پوچ نامیده است. تمام مشکلاتی که در این مطلب مطرح کردم واقعیت فعلی کشورمان است که شاید هر یکی ما همه روزه با آن مواجه می‌شویم، اما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم به خودمان بقبولانیم که این مشکلات وجود دارند. شما هم میتوانید بنویسید و به رادیو آزادی فرستید. حالا یکی از ویدیوهای فرستاده کاربران را میبینیم و این ویدیو از محله 63 شهر دوشنبه است. ویدیو را روز 17 ایول ثبت کردند. حالی کامنالی услуга мусор то راه را برآمدگی اگر سری وقت شما را نسپرند هر روز در این دری خانه ده اینه. اگر کوچه شما برعکس اینجا پاکیزه و زیبا باشد ویدیو بگیرید و بفرستید به رقمی که میبینید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.